در قبرستان نظامی کنار شهر یروان پایتخت ارمنستان مراسم دفن 3 نظامی ارمنی دایر شد. آنها هفته گذشته هنگام سرنگونشوی چرخبال نیروهای هوایی ارمنستان از آتش ارتش آذربایجان در منطقه قره‌باغ کوهی به هلاکت رسیده بودند. در مراسم وزیر مدافع ارمنستان و رهبر ارمنی قره‌باغ کوهی اشتراک کردند. در ابتدای سالهای 90 عصر گذشته جدایی‌خواهان ارمنی تبار با کمک ارمنستان منطقه قره‌باغ کوهی آذربایجان را تحت تصرف خود گرفتند. در جنگ‌های قره‌باغ کوهی تخمیناً 30,000 نفر کشته شده اند. در افغانستان اداره دادستانی کل این کشور حساب‌های کابل بانک را بسته است. دادستان کل افغانستان میگوید آنها شهادت شستشوی پول و فساد در این بانک را به دادگاه عالی فرستاده‌اند. 2 هفته پیش 2 سهام معروف کابل بانک با جرم عوام فریبی و فساد به مدت‌های طولانی از آزادی محروم شدند. در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان فعالان حقوق زن روز بین المللی محو خشونت بر ضد زنان را جشن گرفتند. حاضرین از حکومت پاکستان دعوت کردند که ازدواج‌های اجباری را منع نموده مقابل خشونت بر ضد زنان اقدام کنند. بر اساس یک پژوهش سازمان حامی حقوق بشر هیومن رایتس واچ که سال 2009 دایر شده است، تخمیناً از 4-3 حصه تمام زنان پاکستانی در خانه مورد اذیت قرار می‌گیرند. در مرکز پایتخت سربیا شهر بلگراد گروه فعالان بینای کینوتئاتر زویزده را اشغال نموده آن را برای نمایش فیلم‌ها آماده کرده است. در زویزده اولین فیلم با صدا در سال 1929 نمایش داده شد. از سال 2007 به این طرف درهای 14 کینوتئاتر شهر بلگراد بستند. تشبسکاران 21 نوامبر سال روان بینای زویزده را اشغال نموده این کینوتئاتر را برای نمایش فیلم‌ها روبوچین کردند.